فکر بکنید چقدر بعضی از ضرب المثلایی که تو فارسی داریم به کار میبریم چرت و پرته. بعد ما هم داریم همینجور نسل به نسل اینا رو منتقل میکنیم. تو این اپیزود یه چند تا از این ضرب المثلا رو با هم بررسی میکنیم. آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک. این یکی از چرت و پرت‌ترین و مزخرف‌ترین ضرب المثل‌های زبان فارسی. همه دنیا داره میره به سمت کار تیمی کردن و آدما رو دور هم جمع کردن و کارهای بزرگ انجام دادن توی تیم‌های بزرگ. اون وقت ما تو فارسی دنبال اینیم که بگیم آقا هر کی فقط برای خودش. همینه نمیتونیم دور هم جمع شیم یه کار درست انجام بدیم دیگه. از بچگی کردن تو مخمون که آقا کار درست می‌خوای انجام بدی تنها انجام بده. شما تمام پروژه‌های بزرگ دنیا رو ببینید کدومشون رو یک نفر داره میسازه. تمام شرکت‌های بزرگ دنیا، تمام صنایع بزرگ، هنرهای بزرگ، همه‌شون تعداد آدمای زیادی تو تیم دارن کار میکنن. لطفاً از این ضرب المثل دیگه استفاده نکنید. این مزخرفه، این کاملا در تضاد با اون چیزیه که آدما رو میتونه رو به جلو حرکت بده. خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. یعنی سر تا ته چرته. همه دنبال اینن که تفاوت‌ها رو پرورش بدن، حداقل تو کشورهای درست. دنبال اینن تفاوت‌ها رو پرورش بدن، به هر آدمی بگن که آقا متفاوت بودن هیچ اشکالی نداره، تو میتونی توانایی‌های خاص خودتو داشته باشی. ما خواهی نشوی رسوا. بقیه یه مش گوسفند هر طرف رفتن، تو هم می‌خوای رسوا نشی، برو قاطیشون دنبالشون برو. اصلا نیازی نیست من بخوام توضیح بدم چقدر مزخرفه. به کار نبرید لطفاً. What do you want? When do you want it? زن خوب، دقت بفرمایید، زن خوب اونیه که با لباس سفید عروسی بیاد بره خونه شوهرم نه شوهر، بعد با کفن سفید بیاد بیرون. یعنی یارو هر بلایی سر زن آورد، این هیچ صداش در نیاد، هیچ کاری نداشته باشه، صبح تا شب یارو مثلا رفت الواتی اشغال خودشو کرد، هر غلطی خواست کرد، شب به شب هم اومد زنه رو یه فصل کتک زد، بعد گرفت خوابید، زن صداش ولی نباید در بیاد. چرا؟ چون زن خوب باید با کفن سفید از خونه شوهرش بیاد بیرون. ای مغزتون رو با این ضرب المثل ساختن. This is from Matilda. شد خدا که بچه رو میده روزیش هم میده. یا حالا نمونه‌های مشابه دیگه‌اش، نمیدونم هر آن کس که دندان دهد نان دهد، نمیدونم خدا روزی رسونه، نه فداتشم، اینجوری نیست. روزانه حدود 6000 کودک در سر تا سر دنیا به خاطر گرسنگی، فقط به خاطر گرسنگی و تشنگی دارن میمیرن. اینا دندون نداشتن، دندونشون از کجا اومده بوده؟ چرا روزی اینا رو نگیم؟ این چرت و پرتا. این نتیجهش نمونه‌هاشو دیدیم تو مملکت خودمون. تو فقر مطلق خانواده داره زندگی میکنه، هزار جور مصیبت دارن، هر سالم یه توله دارن اضافه میکنن. خب چه مرضیه؟ تو اول همینایی که زاییدی بزرگ بکن، درست بکن زندگی تو، بعد برو هر سالم اضافه بکن. اون شما مثلا میری فیلم اشک‌ها و لبخندها رو میبینی، یارو 7 بچه داره، قد و نیم قد، اون وضع مالیش هم نگاه بکن، شما هم اونقدر داشتی 50 تا بچه داشته باش. بگذاریم که حالا بحث تربیت اینا و شعور پدر مادر و اینا اصلا داستانش جداست، ولی حداقل از نظر امکانات اولیه وقتی تامین نیستی ببند آقا جون. وقتی نداری ببند، درشو ببند. ها، کاندوم هیچ چیز زشتی هم نیست. کاندوم هیچ اشکالی نداره، استفاده بکن. اینا رو در مورد ضرب المثل چرت گفتم. یه سری ضرب المثل هم هست همچین انصافاً خوشگله، یعنی به جا میشه همچین به کارشون بود. من 2 تا از ضرب المثل محبوب ایرانیم، یکیش اینه که میگن اونی که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود. این خیلی خوبه، یه جایی همچین قشنگ درست میشینه. یکی هم اونی که برمیگرده میگه که جلو کسی که گوز میکنه واس برینی تا خفه بشه. Eric, did you just take a crap on my desk? What's up? What's up? Crapped on your desk, Doug. What's up with that? این هم یه جاهای انصافاً خوب کاربرد داره. همچین امتحان بکنید میبینید درسته. خب من اول اینو بگم که این تصاویری که میبینید کاملا بی ربطه. من فقط اینو گذاشتم که مجبور نباشید صدای تنهایی منو تحمل بکنید. اپیزود ضرب المثل از اون چیزی که فکر میکردم طولانی تر شد. من برای اینکه هم دانلودش راحت تر باشه براتون، هم کار تدوینش برای خودم راحت تر باشه، 2 تیکش کردم. این تیکه اولش، تیکه دومش هم همراه با کامنت های ماندگار و معرفی کتاب و معرفی فیلم و این بند و بساطا تا 2-3 روز دیگه آپلود میکنم.
دمتون گرم، اپیزود اول کمک کردید دیده بشه. این یکی هم کمک کنید، به اشتراک بذارید، به دوستاتون معرفی کنید. تا اپیزود بعدی.